یو گایز، چطورید بچه ها؟ خوش اومدید به ویدیو جدید از کانال آرین گیمر. بچه ها اومدیم با یه سیزن جدید. من رفتارمو تغییر دادم و موهامو که مینی کوتاه کردم و بله، اصل داستان اینجاست. من این یه هفته‌ای که نبودم دقیقا جمعه اون هفته بود که یه ویدیو گذاشتم و رفتم و الان اومدیم با یه گیم خفنی که من دیشب دانلودش کردم و میخوام با کنار شما تستش کنیم. اوکی، جلوی دوربین نیومدم یکم خجالتی شدم. بریم سراغ گیم که بچه قدیمیه ولی من گرافیک و اینهاشو میبرم بالا براتون. برو بریم. اسم این گیم مکس پین هستش. داستان ماجراجویی داره و برو بریم. اگه تا اینجا ویدیو حمایت کنی قانون پارت 2 هم بسازم. کلمه پارت 2 توی کامنت یادتون نره. لایک، کامنت، سابسکرایب چنل و فالو اینستاگرامتون نره. خیلی متشکرم. برو بریم سراغ ویدیو. اوکی. خب این در رو باید باز کنیم. بنازم گیمش بچه خیلی خوبه. قدیمیه دیگه ولی قابل قبوله، میشه قبولش کرد. همکاری شرکت راکستار با شرکت نمیدونم اون شرکت اسمش چی بود ولی راکستار هم تو این بازی دست داشته. خواستم اینو بگم بهتون. اوکی، فضای بالی هم داره، قابل قبوله. نمیشه بگی واو چه بازی خفنی اینجوری اونجوری. قابل قبوله، میشه قبول کرد. خب باید کجا بریم؟ های تلفن داره زنگ میزنه. در اینو آها میگه اول تلفن رو خاموش کن. نامبر باکس نامبر. خب این تلفن رو باید بریم قلف. خب این قطعش کرد. این دکمه زدیم. تو دیگه چی میگی بابا؟ داره بال میشه اینجا. گیمش بچه خیلی خوبه. اوکی خاموشش کردیم. چی میخواد؟ این دیگه که هست بنازم. بله چه حرکتی. اوکی اینجا میزان آسیب دیدگی رو میگه بهمون. اینجا مشاهده کنید و خیلی هم بازی خوب اجرا میشه. نه لگی میندازه چون هم من وبکمم این بالا داره میاد، هم دارم ویدیوی این بازی رو رکورد میکنم و هم آره دیگه اینا رو دارم رکورد میکنم و اصلا لگ نمیندازه. خیلی روون داره اجرا میشه بدون هیچ لگ و باگ. بازی بچه خیلی خوبیه. شما میکنم یه بار دانلودش کنید تجربهش کنید. اسم گیمش هم هست مکس پین. قابل قبول بازیش. مثلا نگاه کنید حرکت اینجوری بزنید. نگاه کنید مثل فیلم های قدیمی بود که میپریدن بعد صحنه برقی میشد میزدن گلوله ها رو. خیلی باحاله بچه. این نمیدونم باید کجا بریم. در اینو هم باز که نشد. باید بریم بالا هم که نمیره. با دکمه ای هم میزنم هم بره داخل، نمیره داخل. اینو باید بذاریم. اوکی خب الان باید کجا بریم؟ یه بار بانداژ و اینا رو برداشتیم. راه بهمون نشون نمیده. کنم این در اینو باز کن ببینیم. اصلا هم که برداشتیم.
آها باز شد. به به، دو کلته بنازم دو کلته. خب بعد کجا بریم نمیدونم. گیمش بچه هیچ راهنمایی نداره. عوضی ها گیمش هیچ راهنمایی نداره، مثلا راه بهمون نشون نمیده، فقط متن مینویسه این بالا. آره گیمش خوب، خواستم فقط این گیم رو بهتون معرفی کنم، یکم تغییرات ما ببینید. همین دیگه، حرف دیگه نمیمونه. خیلی متشکرم تا اینجا ویدیو با من همراه بود. اگه دوست داشتین ویدیو رو لایکش کنید، چنلمون رو سابسکرایبش کنید. بچه‌ها چنل اصلی من فقط همینه، آرینگ گیمر، فقط همین. هیچ جا این چنل رو به اسم من سابسکرایب نکنید، ما فیکن، فقط این چنل منم. آره دیگه، سابسکرایب کنید، لایک کنید، اینستاگرام رو فالو کنید و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.